چون خواست چرونش کار افتاد. آوازی از دست جسارت نداشتم. من فقط شما خواستم یه مدت کار نکنی که من به شما برسم. بعدش کنار هم با هم ادامه میدیم. همین. من قربونت برم. منم مثل خودت بچه پایینم. سفتی تو میفهمم. وضعش هست. ولی فکر میکنم داری خیلی زیاد این گرد خواب میکنی. اولی نیست. مدیرعامل اینجا فقط یه تیترشم. چه شما باشی چه آرش به قرباناری باشه فرقی نمیکنه. حرف هستی و علیبی بزرگ میزنه. ایشون نیستی رو بخوام میشه، نخواب نمیشه. من به توصیه میکنم بچه ها من دوربین دو کنم راحت ترم. مشکلی هم اگه میفهمم نزدیکتره خورده. بعد میگن آرزا نمیدونم در جریان میدونم من جمعه این هفته میخوام یه لحظه بایستید. نه دیگه انقدر نمیدونستم مبارکه. خب خیلی خوبه. ممنون. ببینید الان کاری و فامیلی برام فرق نمیکنه. من فقط میخوام مشکلم با ایشون